الو سلامی، مبادا کسی تو دل بسیجیا رو خالی کنه ها. مدعا رو جمع و جور کن، یه روزه ای چیزی بخونن. الو، ببین من رو خطی دارم، بعدن میام، فعلا. الو بفرمایید. الو عظما، نپیدایی؟ ببخشید شما؟ چی شد؟ تا دیروز جناب بشار اسد بودم، قهرمان عرب بودم، حالا منو نمیشناسی؟ بشار تونی؟ گردن زرافایی تو پوشوندی، نشناختمه. کجایی؟ دمشقی؟ خودتو به کوچه سیدعلی چپ نزن. فکر میکنی من نفهمیدم روسیه پاسداراتو بار زد، همه با هم فلنگو بستن؟ نه بابا بشار جان، اینا حرفای فضای مجازیه. ما اومدیم، منتها زمین بسته بود، هوا بسته بود. این همه سال گفتی حرم، چی شد پس حرم؟ ای خاک عالم بر سرم، در اومد پدرم، کدوم حرم؟ الان مدافع عمامه ولایاتم برام نمونده، چه برسه به مدافع حرم. دیدی با زندان سیدنایای من چه کردن؟ حالا ببین با اوین تو چه میکنن. بشار تو دل منو خالی نکن، این حرفا جرمه. اینا رو پاسدارا و زندانبارای من بشنون زهر ترک میشم. کی بابا، کجای کاری عظما؟ یعنی خودت خبر نداری چه شور بازاری تو نظامت راه افتاده؟ حالا هی استرس بده، هی استرس بده. خب میگی من چه خاکی تو سرم بریزم؟ من اگر خاک داشتم توی سر خودم میریختم. فقط اگر خواستی این ورا بیای، منقلت هم با خودت بیار، هوا سرده، به سگ لرز میافتی. من کارم به مسکو نمیرسه بشار، همینجا اغتشاشگرا میریزن، دفلم و در میارم. ای آنکه در آمده دمارت، پس قبر امام در انتظارت. ها 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 ها. هر رو آب بخندی. برو گورتو گم کن مردی که گردن دراز. بیا بابا دایناسور. آه.